سلام و عرض ادب خدمت شما همراهان عزیز و دوست داشتنی. امیدوارم هر کجای این دنیا هستین سالم و سلامت باشین. دوستان، خدا را شکر میکنم که جنگم تموم شد. امیدوارم همتون راحت باشین. عزیزان، به کانال خودتونم خوش اومدین. منم این چند روز حس حال حکایت سرایی را نداشتم، ولی امروز اومدم با یه حکایت جدید و شنیدنی تا مهمون گوشاتون باشم. بریم سراغ حکایتمون. در یکی از روستاهای آذربایجان به دنیا اومدم. وقتی 9 ماه بودم مادرم رو و در 5 سالگی پدرم رو از دست دادم. برادر و خواهرای بزرگتر از خودم داشتم، ولی اونا خیلی بزرگ بودن. چون مادرم در 9 ماهگی من فوت شده بود، پدرم با یه زن دیگه ازدواج کرده بود. وقتی که من 5 سال داشتم، پدرم در یک شب سکته مغزی میکنه و در جا فوت میکنه. ما موندیم و چندین بچه گد و نیمگد. فقط 2 تا از خواهرام ازدواج کرده بودن. وقتی به سن 7 سالگی رسیدم، آن هم چه نوع رسیدنی به سن 7 سالگی، چه ها که نکشیدیم، به مدرسه رفتم. تا کلاس 5 شاگرد ممتاز مدرسه بودم. در امتحانات نمونه دولتی قبول شدم. دوره راهنمایی را در مدرسه نمونه دولتی تحصیل کردم. کلا شاگرد خیلی زرنگی بودم. بعد از دوره راهنمایی دوره دبیرستان را نیز در نمونه دولتی خوندم. همیشه فکر و ذهنم درس بود. مادرم که همیشه هوامونو داشت، خیلی نگران درس خوندن ما بود. حتما اول باید درس میخوندیم، بعد باید میرفتیم بازی کنیم. اونم که اصلا نمیذاشت بازی کنیم، چون کار میکردیم. البته در تابستوناش، چون اولویت اول در خونه ما فقط درس خوندن بود. من هیچ وقت طعم بچگی یا بازی‌های کودکانه رو نچشیدم، چون در تابستانم مجبور بودیم کار کنیم. در یکی از روزها خواهرزاده‌ای داشتم که اونم دوستی داشت. گفتم که به ایشون بگو من دوستش دارم، ولی اون با بی‌اعتنایی گفته بود منو با اون چیکار؟ من اونو میخوام چیکار؟ خلاصه که منو رد کرده بود. با اینکه سنم کوچیک بود، ولی خب عاشقش شده بودم. خلاصه که من چون یتیم بودم از همه جا رونده بودم. هیچ کس ما را آدم حساب فرض نمی کرد. همه سرکوب می زدن. به استثناء چند نفر از فامیلی که هوامونو داشتن، همیشه به ما کمک عالی می کردن. من بزرگ شدم. در اولین کنکور از دانشگاه قبول شدم. کارشناسی رو هم وقتی تمام کردم، دوباره کارشناسی ارشد رو خوندم. در این میان در یکی از ادارات دولتی استخدام رسمی شدم. وقتی کار میکردم کارشناسی رو هم در کنارش میخوندم. در 27 سالگی رئیس یکی از ارگانهای دولتی شدم. همه دست به دهن مونده بودن که چطور با این همه پیشرفت من به اون بالاها میرسم. در 30 سالگی ازدواج کردم. دختر یکی از بنام‌ترین خانواده شهر رو به همسری برگزیدم. همیشه هم وقتی به سفر میرم ترجیح میدم سفرهای خارجی بیشتر برم. حالا صاحب 3 شرکت بازرگانی بین‌المللی هستم و هم رئیس یکی از ارگانهای دولتی هستم. چون خودم زیاد مشکل داشتم، به بیشتر مردمم کمک میکنم. من هیچ وقت روزهایی رو که در کودکی سپری کردم فراموش نمی کنم. تا جایی که از دستم بر بیاد برای همه کمک میکنم. از وقتی رئیس ارگان شدم، چندین نفر از دوستان و آشنایان را هم با خودم به همون ارگان بردم و استخدامشون کردم. همشون الان دعاگوی من هستن. خلاص از تعریف زندگیم خواستم بگم که دنیا همیشه یه جور نمیمونه. این چرخ گردون دنیا گاهی به این ور گاهی به اون ور میچرخه. نگران هیچی نباشید. خواستم بگم که اگه خداوند منو از محبت پدری رو از من دریغ کرد، ولی خدا خودش واسم پدر شد و مادر شد و همه چیز شد. حالا با سن 38 سالگی خدا را شکر همه چی دارم. بازم تلاش خواهم کرد تا به همه چیز برسم به لطف خداوند. دوستان، امیدوارم از این حکایتم خوشتون اومده باشه. با سابسکرایب کردن و لایک و شیر از کانالم حمایت کنین. این حمایت های شما باعث رشد کانالم میشه. یوتیوب کانال منو به افراد بیشتری معرفی میکنه. دوستتون دارم. رزبانو.